مثال دیگه برای محاسبه نرم 2 و نرم بی‌نهایت یک تابعی که تابع تبدیل سایسو هست. ما گفتیم که برای تابع تبدیل سایسو از روش جی اومگا استفاده میکنیم. البته اینجا ما بایستی که این نکته رو بدونیم که این تابع جی اس ما اومده از 2 تا ترم تشکیل شده. ما اینو بایستی که مخرج مشترک بگیریم، به یک ترم تبدیلش بکنیم با مخرج مشترک گیری و اگر بخوایم که حالا تابع تبدیلمون شده منهای s تقسیم بر s به علاوه a در s به علاوه 2a. برای محاسبه نرم 2 البته نگاه کنید اینجا چون کلش زیر رادیکال هست، خب فرمول اصلیش این زیر رادیکال دیگه، این زیر رادیکال هست، اما اینجا نرم 2 رو به توان 2 رسونده، این رادیکال رو حذف کرده، یعنی واسه راحتی کار فرقی نمیکنه. یعنی شما اگه این 2 رو ننویسی بایستی که این روی رادیکال اینجا بایستی که زیر رادیکال ببره. حالا اومده به توان 2 رسونده واسه راحتی کار. خب ما الان میایم و اندازه اینجا اندازه جی اومگا به توان 2 رو محاسبه میکنیم. ما هر جا S داشته باشیم به جای S بایستی که جی اومگا بذاریم. ما اینجا میذاریم جی اومگا به توان 2 میشه جی اومگا، اینجوری میشه دیگه، به جای S باید بذاریم جی اومگا. اینجا می نویسیم که منهای جی اومگا اینجوری دیگه به توان 2 منهای خود جی به توان 2 میشه منهای 1 در اومگا به توان 2 تقسیم بر مثلا دوباره جی اومگا به علاوه A در جی اومگا به علاوه 2A. خب اینجا ما در صورت داریم اومگا 2 لحظه ما چرا موسم رفت، ما در صورت داریم اومگا 2 مخرج میشه اندازه این جی اومگا علاوه A به توان 2 اندازش به توان 2 در جی اومگا علاوه 2 به توان اندازش به توان 2. چون اینجا ما توان 2 داشتیم دیگه، خب ما اینجاشون توان 2 داشتیم، اینا اندازه ها رو به توان 2 میزن. اندازه رو هنوز حساب نکردیم. خود اندازه برابر است با این اندازه، خب این اندازش برابر است با اومگا 2 به علاوه A2 زیر رادیکال. حالا یه دونه 2 هم اینجا داره، این 2 با این میره، پس چی میمونه؟ اومگا 2. این هم همین، این اندازه این ترم میشه، البته این 2 رو بعدا حساب میکنیم، فقط بخوایم که اندازه این رو حساب بکنیم میشه اومگا 2 به علاوه 4 تا A2. 4 تا A2 این کلا زیر رادیکال دیگه، اندازه زیر هر کدوم به توان 2 زیر رادیکال. بعد یه دونه 2 اینجا داریم، این 2 با این 2 ختم، با این رادیکال ختم. بنابراین اون چیزی که ما خواهیم داشت این عبارت یک، خب اینو حساب کردیم،
خب یعنی اینو حساب کردیم شد اومگا 2 برای اومگا 2 در اومگا بر 4A2. حالا طبق این رابطه 1/2π انتگرال این عبارت. این با که تابع زوج معروفی هست که با حساب کتاب کردنش 1/6A نتیجه ما خواهد بود. و چون اینجا ما توان 2 رو حساب کردیم، حالا نرم بخوایم که از توان 2 خارجش بکنیم و نرم 2 تنها رو بنویسیم، یه رادیکال هم به طرفین در طرفین اعمال میکنیم. حالا برای نرم بی‌نهایت ما گفتیم که سوپریموم اندازه جی اومگا، اندازه جی اومگا رو ما حساب میکنیم. البته اینجا حساب کردیم توان 2ش بود، اینجا دوباره از صورت مخرجش یه رادیکال میگیریم تا اون توان 2 از بین بره. یه حساب کتاب ریاضیه دیگه. و یه اومگا در صورت داریم و مخرج هر چیزی باشه زمانی ماکسیموم میشه که اومگای ما رادیکال 2 در A باشه. البته ما اگه از این عبارت مشتق بگیریم این ماکسیموم ما محاسبه خواهد شد. چرا؟ چون اگر ما بخوایم که مثلا یه تابعی داریم با یه ضابطه‌ای، مثلا چه میدونم مثلا x3 به علاوه مثلا 2x2 به علاوه مثلا 3x 3 تا x به علاوه 1، مثلا یه ضابطه‌ای شد آقا اینجوری داشته باشه. ما اگر مشتق بگیریم این اکسترموم ها محاسبه میشن. بنابراین ما توی W = رادیکال 2A یه اکسترموم داشتیم و این مشتق گیری به دست اومد و اگر این اومگا برابر است با رادیکال 2A رو قرار بدیم مقدار 1/3A محاسبه خواهد شد و نرم بی‌نهایت ما 1/3A خواهد شد.